همه میدونن ما ارمنی‌ها عاشق سوسیس کالباسیم. وقتی یه سوسیس خوب مثل همین شکاری گیرمون میاد میگیم اسکاپس ورچینا، یعنی واقعا تهشه. این شکاری رافیک دیگه ته ساندویچ ارمنیه که میتونی امتحانش کنی. باری آخورجاک، شکاریای معروف ارمنیمون اینجاست. دیر بیان سراغش زود تموم میشه چون واقعا خوشمزه است و خاصه. هیچ جایی به جز رافیک پیداش نمیکنه. چیزی که برای مشتریامون عجیبه اینه که چند تا دونه از این تو ساندویچ نمیره، کل بستهش برای یه ساندویچه. همونطور که گفتم یه بسته کاملش برای ساندویچه. بریم سرخ کنیم برای مشتری. سس مخصوص هم ادعای الکی نیست، 10 مدل فقط ادویه داره توش. هر چقدر بخواین براتون میزنیم. فرق رافیک با ساندویچ ارمنیای دیگه اینه که ما از کاهو به جای پیاز جعفری استفاده میکنیم، چون معتقدیم که با کاهو ساندویچامون خیلی خوشمزه تره. گوجه خیارشور هم که پای ثابت همه ساندویچامونه دیگه. شکاریامون هم آماده است. بیا ببین چه رنگی داره. این سوسیس رو خواهشاً با اون سوسیسی که چند تا میذارن اصلا اشتباه نگیرید. این سوسیس خیلی خاصه، درصد گوشت بالا، رو طعمش کلی کار شده. شما هم کافیه این بقیه مشتریامون یه بار این شکاری‌ها رو امتحان کنید، از طعمش لذت میبرید.